هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که با یک فقره خودزنی قالی رو از زیر پای رفیق 50 سالش کشید و با دست خودش حماسه سیاسی ولایت رو به یک فضیحت سیاسی تبدیل کرد. به این ترتیب اوزما شکستگی طلسمش رو اثبات کرد و نشون داد که بعد از سال 88 حتی دیگه توان بازارگرمی نمایشی هم نداره، ولی باز به طریق دیگه‌ای مقصود دشمنش حاصل میشه. مقصود دشمن چجوری حاصل میشود؟ مقصود دشمن با این حاصل میشود که انتخابات اولا سرد برگزار بشود، مردم بی‌رغبت باشن، عده کمی شرکت کنن، یه عده بگن آقا چرا شرکت کنیم، فایدهش چیه، ما نمیخوایم بیاییم. این دشمن رو خوشحال میکنه. چیزی که این وسط روشن شد اینه که ماشین ولایت عضوی‌تر از اونه که بتونه از سر بالای این انتخابات رد شه. با این حساب تنور نمایش انتخابات طوری یخ زده که دیگه تیویریش هر چی فندک میکشه روشن نمیشه. 45 سال سنمه. چند باره که رأی دادن رو تجربه میکنی شما؟ من این دفعه اگر رأی بدم که نمیدم، این دفعه 10م. یه سوال دارم از ما، حداقل نگاه میکن انشالله که هیچ آرزویی نداشته باشی. خلاصه این که یک بار دیگه معلوم شد که بوی کباب اصلاحات توی نظام ولی فقیه سرابی بیش نیست و توی این نظام جز خر ولایت چیز دیگه داغ نمی کنن. از طرفی عمر پوزهای دموکراتیک توی تلویزیون خارج کشوری نظامم بعد از 10 روز تموم شد و این کارشناس‌های دوپولی سنگ روی یخ شدن. ما می‌بینیم که از طیف‌های مختلف، سلایق مختلف الان اومدن و در انتخابات شرکت کردن و ثبت نام کردن. جامعه ما یک جامعه مردم سالاره به طور واقعی، یعنی صرفا این نیستش که خب دو تا حزب مثل ایالات متحده آمریکا فقط اینها که میتونن رقابت کنن، بلکه هر سلیقه‌ای با هر طیفی این امیدواری رو داره که از فرایند دموکراسی که در ایران اجرا میشه بتونه به قدرت برسه. بله، همه سلایق میتونن به قدرت برسن، از این حداد عادل پدر عروس خامنه‌ای تا قالیباف پسر باجناق خامنه‌ای یا ولایتی مشاورش یا جلیلی نور چشمی موجیش. بقیه سلایق هم فقط برای این اومده بودن که رد صلاحیت بشن. نه مدیرم، نه مدبرم، نه سیاست مدارم، مثلا به درد این کارم نمیخورم. علت حضورتون بس اینجا چی میشه؟ فعلا اومدیم ثبت نام کنیم ان شاءالله با امید خدا، بعد ریجکت بشیم. بعد که ریجکت شدیم آقا ما رفتیم ثبت نام کردیم، اینم به این کارم نشد. دمش گرم. چیکار کنیم؟ برای اینکه تو جریان این جراحی ها کسی فکر نکنه که ولی فقیه هر کار دلش میخواد میکنه، این یارو بزبز قندی اومد تو صحنه و یه چنین قمپوزی در کرد. اگر ولی فقیه هر کار دلش میخواد بکنه، اینو بدونید از عدالت ساقطه و همون لحظه دیگه فاقد مشروعیت. یعنی اگر ولی در نظام اسلامی شیعی ولی فقیه رهبری در یک موردی، در یک عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی تا حتی مسائل شخصی و خانوادگی، اگر شروع کنه بر اساس نفسانیت و منافع خودش یا خصومت‌های شخصی وارد عمل یا تصمیم گیری بشه، شما میدونید بر اساس مبانی شیعه این حکومت نامشروعه، حکومت جوره. احمدی نژاد هم که از سوختن مشایی جونش حسابی پکر شده، توپ رو انداخت تو خورجین عدالت عظما و گفت آقای مشایی مظلوم واقع شد. در کشوری که ولایت فقیه دارد حق مظلوم پایمال نخواهد شد. این موضوع را از طریق مقام معظم رهبری تا لحظه آخر
تعقیب خواهم کرد. پس تا اینجا شلیک احمدی نژاد با تفنگ مشایی تو زرد از آب در اومد. علی مطهری هم که اسپانسر رفسنجانی بود، در واکنش به جوانمرگ شدن رفسنجانی در شورای نگهبان پیشنهاد کرد که یک مسابقه 200 متر بین رفسنجانی و جلیلی و یک مسابقه کشتی بین رفسنجانی و حداد عادل برگزار شه تا معلوم بشه کی سرحال تره. تو این اوضاع پتال نظام وضعیت بسیجی‌های مشنگم دبنگتر از همیشه است و شرح حالشون در قالب سوزنامه‌هایی از اینجا و اونجا بیرون میزنه. حاج آقا شهاب، بریدم، ناامید از زندگی و کائنات، احساس میکنم از دنیا جا موندم و عقب افتادم. خوشی انگار که از من بریده شده.